اگر یک کار وقت کمی زمین ها ما بکنه میتونه نمیشه. هر چه کم سال به سال کش میکنه واسه که چیزی فایده کنه بیشتر از این نقص کنه. حالا رمضان اشتنی چیگا پای تیارات خیریات خیری چیگا پای چیگا پا پرسون نکو بچه خاله که دل ما میته به سر نموده با خود خو گپ میزنه اعصاب تو خراب خیریات دل ما کمی زمین ها رو میته به تو بگم یک کله پخته بدون که مرا راحت کار زمین ها دیگه چه کار کنم بچه خاله همین سال به سال وضع که من زحمت میکشم شو خورشو نمیدونم روز خور روز نمیدونم که میگم بلکه بیتر شکم دتر میشن ولی من یک فکر با کلمه جا گیرید بیام که یک مصلحت پیش تو بکنم بچه خاله سعی کنم تو چی میگی چی فکر آخی من تو فروختن به درد نمیخوره همه زبط تو بگم حال زمین ارزونه بچه خاله پشیمون میشی 2 سال بعد زمین بالا بره پشیمون میشی میزنی مثال خو که چرا من زمین ها خو بفروخت بچه خاله سعی کنم چی میگم امی اوه که خود تو میفهمی نوبت اوه حال نوبت با 10 روز 15 روز برای آدم نمیرسه چرا که او فلانی تنیه من توانی ندارم که با تعمی باغ خو باغچه خو زمین خور یک چای بکنم توانی ندارم که من 5 6 تخت سولار بستنم کمی پردیم بشه گزاریم ببینیم او دگه بشه مجبورم حال من یک فکر به کلمه موضوع گرفته من امسال اگر به خیر خوشی تیار خوشحال بودیم امسال دل ما است کمی زمینا خود تریاک بکنم چه تریاک بکنم بچه خاله جیر هستی ایت بسر روش خواستی چی رقمه خب چه کار کنم تو با ما بگو هم زمینی که زحمت میکشی رنجر میبودی شو خورشو نمیدونی روز خروز نمیدونی آسل نمیده آسلی هم که میده با تاون میدی چی به درد آدم میخوره لااقل از این تریاک یک چیزی به من نمونه مجبورم این کارو بکنم دیگه کاری از دستم نمیاد بچه خاله یک چیزی من به تو میگم دیوالا میش داره میشا گوش داره هنو تریاک نکشتی یکی اگه بشنه میگه وقتی 10 جریب زمینی تریاک داره گپ به کلونا میرسه تا خبرشم که تریاک نکشتی و می اقدام کنی تو سلت میکنم من مغزر به تو میگم فایده نداره این کارا چه خلاقه تو خبر نداری که تریاک و چرس و دگه اینا همه ممنوع کشتنه و همه زخو خبر دنیه با این گپ پود میمونه اصلا غیر ازی که همیت عمومی اجازه باشه که تو بکری همین زمین خو همین مال حلال خو چرا حرام میکنی همین ما به تو دیگه چیزی نمیگم همه ضربتو میگم که چرا این کارو میکنی تو چه کار کنم بچه خاله تو با ما بگو کی به من مال فلان به قرض میده که ما برم یک چای بکنم کی به قرض نده سکو چند جریب زمین داری هم 6 جریب کواس نه بچه خاله نه 6 جریب زمین داری یا نه 2 جریب بده بگیره بده پولای برو به خود سولار تیار کن چای بکن سولار تیار کن که او بده حاصل بده تو از بیاوی حالی تا گله میکنی هم بچه خاله گپا میزنی من به 6 جری پرده من نمیشه تو میگی 2 جری بده بگیره بده خب میتونه دیگه اگه آدم بگیره 2 دست به یک دفعه به دهن خو کنه کجا نمیشه دیگه حداقل آدم باید انصاف داشته باشی یک ذره آدم که تو پرسان کنه تو که به من راه نشونی تای راه غلط راه غلط مینه که ما به تو بگم برو زمینا خود سولری کو اکیشت حلال پیدا کو راه غلط اینه راه درست بدم نظر تو اینه که تو بری زمینا خود تریاک بکری من خود تو بچه خاله تو بدم وفای دوستی به تو گفتم 10 نفر دیگه به تو دشمنی به تو نظر میده که خوب کاره برو تریاک بکن خدا رستی پاک نورالله سرقی شده امروز سلام اگر ببرم به دیوانه خونه ببرم همه چی هر کار می بکن مگر خود من یک فکر به حال خوب بکنم و بیام آدم پیش بچه خاله خود که من راه نشون ده این میگه تو برو 2 جریب زمین خود بگیره بده من 2 جریب زمین بگیره بودم من چه کار کنم کشت کاره جنجر خیریاتی یاراستی خیریات شو کسی را پای قرار قراری که جیجا کجا بگین کجا میرسی چه خبره سرگردانم که جیجا چری خیریات باشه چی بگو تو بگو هرچی بمی دل شما نبدیم بیرون کجی جان یک پیشنهاد دارم بفهمیدی کجی جان من پیشنهاد مامینه که امسال اگر بخیر خوشی کیار خوشحال باشم من 6 جریب زمین که دارم من 6 جریب زمین تریاک بکنم چی؟ تریاک نمیرالله چری تا دپ میذاری برار معتیدم من بچه نادون شیرخوری عقل کمال مگره به شما آدم کلون هوشیار فهمیده یادم روزی حلال پاک صاف پر حرام میکنی چری گپار میزنی تریاک اول چیز خوبیه همین تریاک بود که می مملکت ما بدبخت شد همه بیسر نمیشد همه جوانا ماماتات شد همه بدبخت شد دود شد برای به هوا دار و ندار اینا حالا کم شما میگیم من میرون زمین خود تریاک میکنم تو تریاک میکنیم گندم بکاریم تو تریاک میکنیم
برین بکارین تا تریاک میکارین دیگه لکه که بکارین که بریم عذاب به جا دیگه حاصلی ورفتاده که بریم دست به تریاک بزنیم زمینا تریاک بکاریم. خود نمیشه هر کار میکنم همی حاصل که من زحمت میکشم از این سال تا به این سال زحمت میکنم هیچی حاصل نمیده. من نمیتونم یک چای بکنم، نمیتونم سولار بخوام بخرم، نمیتونم زمینا خریداری کنم، مجبورم که مال فلان تریاک بکنم دیگه هیچی دستم نمیاد. خلاص من میام پیش شما مصلحت میکنم که میگم یک رای به من رسوندی اون تو سعی کن چه خالی ما میگه نه این کار به درد نمیخوره چه کار تو هم کن همسایه مون تو هم به من میگی بابا بگو برو بکار که ما برم بکارم چی به من یاد میدین اینجا چی اشتباهه؟ اگه به حرف من بیچاره بدبخت میکنیم، اگه به حرف من کجیر میکنیم کمی کار نکنیم تریاک نکنیم که آینال پیار مادر برات خو میکنیم گردن هم بند تا زنده باشین نه خود شما نه خانواده شما نه فامیل شما دم به خوشی نمیزنه. ان اختیار حاجی همینایی که بکش تمام صاحب آرگاه و بارگاه شدم تو یک گپو نزن مجبور بشی تام آخر که زمین تو حاصل نده مجبور بشی که بکری بابا یاد نده خدا لگوشنگی ایت نمورو دم به بیایه تا به زنده باشون دست به تریاک نمیزنم. تریاک چیز خوبیه شما یک گپا میزنی من که به شما میگم نکاری با که شما این کار میکنی اختیار خود داریم روزی حلال خود نریم خراب نکنیم حروم نکنیم. سلام علیکم ماما شاگل مونده نباشی دیر باشی چی حال احوال ماما جان؟ خوبی تیاری خوشحالیم بخیری سلامتی الحمدلله زنده باشی. کجا بودی کجا جان؟ همین که بیا آمدم که به شما کار دارم. با ما کار داری؟ آه خب این بفرما دیگه چی کار میکنین شیشته ولی همی او به دست ما نکه معطلم که جلویتر نیم همی او بالا زمین ما نگردونم تا وقتی نو بشه وقتی فقط 10 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه با وقتی نمون خوبه دیگه بانو بعد از شما شده بگردونی بالا زمین خود بعد آمدم همی وقتی نه پره نمیشه میام بله بند میکنم طرف مال میبند او بسته میکنم با بالا زمین خود راست میگی ماما شاگل آدم مگر اولگیری خیلی حتی می اوی که نوبته و خود آدم باشه مگر 24 ساعت تا این بالا دنها بدهی راست میگی ماما شاگل جان نه یک گپی بیامدم به شما بگم از طرف همی دومات شما نورالله ما چون شما خبر داریم یا نداریم؟ نه ما چه خبر دارم صبح تاشون به تا سرایم کمی گوشم هم سنگین شده من کسی که گپ میزنه نمیفهمی ماما شاگل دومات شما نورالله رو بدیدم خوب همین که گپ تا بالا شو گفتن چه کار میکنین لالا نورالله کار کسبات چی رقمه وضعیت کارا با الله خرابه و در بدر شدم هیچی امسال هم حاصل نداده و بیخی دستم تنگ شده من بیته پادر هوا بموندم نمیفهم چه کار کنم گفت اگه مسلیحتی تو بکنم گفتم بکنیم من به خدمت چمونم گفتم ما همین شیش جریب سمی خورم امسال تریاک بکارم چی؟ تریاک بکارم چی گفتی تو؟ دومات شما نورالله ما امسال ماما شاگل همی زمین ها خور بسته 100 تریاک بکاره تریاک بکاره؟ بلیا من بیامدم به شما بگم آیا شما از این موضوع خبر دارین یا نه تریاک کشتن کار خوبی نیه ماما جو ماما کجی جان بله این اصلا به سر از این به گناه و سبب بوا نمیشه این حلال و حروم نمیفهمه تریاک حروم من برای او گفتم لالا نورالله همین لقمه نوروزی حلاله که شما بخونه خومه بریم همین لقمه رو حلال ببریم حروم نکنیم ببریم همین تریاک بکاریم ببریم اینا هم حرومه بخونه شما با خدا خیر خانواده شما و شما نمیبینیم. من یک چیزی به تو بگم کجی همین پهله که تریاک نمیکاری تا 10 سال از این دیگه کشتی اول داری او حرومه خیر بینیم او از ذکر مفتکه شما نام خدا آدم و شیاریم خسوری هستیم دختر شما بخونی نورالله بریم برای نورالله بشونیم دختر خود بشونیم عدل سرگوش ناروا کنیم نگذاریم نورالله زمینا خود تریاک بکاره حیف مو دختر شما نکرده که نون حروم به شکم بره نه واسه شما حیفی نکرده نون حروم به شکم نبره کجی ما آدمی هستم میای که یک سیخ حروم بخونیم بیای همون خونیم در میگیره خیر بین بفهمیدی با چیزا که بره تریاک بکنه همون لقمه حروم بیاره به شکم نواسته و دختر ما بکنه به خدا این مداری نبینیم خیر بینی الان ماما شاگل 100 گپ بیاگر
همین روک و راست میریم نیرولار میشونیم دختر خود میشونیم نواسا خود میشونیم میگین دگه من نبینم که تو زمین ها خود تریاک بگیری اصلا نمایم که اسم بگیره. دگه من همین گفتنم به شما دختر چی کار داره؟ این همی تا چیزیه. دگه ما شما بفهمیدی؟ بیا ما بابا کار من همی ایداری از من خلاص شد. ما برم به سرای یا به سرای پیدا کنم چیزایی بزی بگم اصلا همی زمینان هم بگه این نمیخزانم کش کنم کش من پیدا میکنم. خوبه ما شما جو خیر بینی گفتم امیر به شما بگم مدعای کار خوبی نیه بیا مادم که شما رو ببینم. توی چی نگفتی؟ ما گفتم به حرف من نخم خیلی باشین کار خدمته زنده باشین باشه که من همی خلاص همی 2 دقیقه دیگه بماندم من راست هم میرم به هر جا باشه پیدا میکنم دیگه کش بقیتی ده دیگه ریزی خدا به تو نمیده که میری لقمه حرام میاری شکم همون کودکا و دختر نمیکنی تو باور به خدا کو و جز عشق تو هرگز کسی هم نفسم نیست کسی باد لگیشتنه به چی خاله؟ شنی جنگل خیرات کجا میری؟ چی؟ کجا میری؟ بس تکا چی می؟ خور دارم من بیلا بابا سهرا میره نولیلا محتله بیتی نولیلا خونر مایه به خرج بده که محتل کامر روی داره رویدریه رویدریه میگم حالا به تو سرقی چی ما بگم این برار خون نورالله تو بازم یک ذره فکر تو بیشتر شاید از او کار کنه او کبال از تو سرقی تره شده بیا آمده به پیش میگه زمینا خوربه چه خاله من مشوره خودتو میکنم ما هم تریاک بکنم تو چی میگی من گفتم امی روزی علار خور حرام نکو هر چی به گوشای بخوندم آخر بعدی هم بیامد که نمیشه چه کار و فلان هر چی به تو میگم تو به گپ نمیفهمی او با که روزی علار به عمر خود پیدا کرد آخی بفهمونه میموری یک آدم هوشیار پیدا شو به می خونه شما بفهمونه بگی این کارا نکو والا با خود خود من هوشیارم هر چی بجی بگم میفهمه خود تو بفهمونه رو بگو اگه این تا کارا بکنی ما سهمه خور نسبه میکنم ما سهمه خور بر میدانم اصلا از زمینا کسی دو برید میکنیم خودتو خب چی ما برای بگم مگه تو عقل کمال تو میکشه ولی زمین بخو بکری کش بکری بگم روزی حرام منم که بخورم ایتا بگو ما به علار حرام چی میفهم گوش کشه گلک تو به می سنده خوب می 40-45 ساعت سنده خوب علار حرام نمیفهمی نه چی میفهم علار همه چیز علاره اول میخری علار نونه علاره همی اوی که به تعمی زمین باشه که میای به تعمی زمین امیر بخوری علاره عجیبی ها حتی عجیبی علاره هر چی بزی میگی این گاره بخور افقل نانه میگه افقل بخور علاره افقل بخور نانه میگه علاره ببخش گلک جو خوبه سیکو برارمه با مادر خو بگو با خالمه بگو امی به چه خالمه هر چی می برار من نورالله نصیحت کرده که امی روزی علار خور حرام نکو زمینار تریاک نکن میگه نه مال از کجا بیارم تریاک نمیکنن کرگاگ نمیکنن کرگاگ کوگنار چی؟ کوگنار تو اسم رسمی نمیتونی گفته گیلا کسی از این بپرسه حال شرایط میگم اینا رو میکنم به خود فلحه میخورم به خدا بسته زندگی شما همه تباه و برباد میشه پول حرام کی با صاحب تلر صاحب یک خره بشده که تو با بشی شما بشی شو همه رد ازوری علکو شو همه مواد مخدر نمیفیشیده اگال میلیوندر شده بسته همه سروادی همه با دردا و مشکلات ها گرفتار شدم کرگاگ نفروشه کرگاگ نخره ما ایتا نمیشه به شما هرچی میگم به گب نمیفهم من مگر حالدی بیان خودی خالق رو گب زنم ای خانر بگیرم به تو سادی دیونه هرچی میگم میگی لله به زو هرچی میگم میگه تو به گب نمیفهمی من چون خودی شما ما چه کار کنم همین زن نمیفهمه که این شرایطی تا کارانیه